اسم شما چیه؟ نه تو از تو عتیقه ای، اون پشتریت. به خدا شوخی کردم، برای که من منظورم بود دارم. تو هم خیلی خوشگلی، اون نازه، میدونی فرقش؟ تو گیرت میاد، نگران تو نیستم، منظورم اینه. یعنی تو میری از حلقوم یکی دیگه در میاری میبری، ولی اون پشتریت من باید کمکش کنم. اسم چیه؟ نیوشا. قربونت برم. چند وقت مجردی؟ یعنی تو این فرانکفورت شهر به این بزرگی، تو به این خوشگلی هیچ دیت پیدا نمیشه؟ پسر خوب نیست؟ نگو. تو خودت باید خودت مچتو پیدا بکنی. یعنی چی پسر خوب نیست؟ اخلاق تو گوهه. من دارم راستشو میگم. چطور اینا همه یکی رو پیدا کردن؟ ها؟ چطور اینا همه یکی رو پیدا کردن؟ تو داری کلاه میذاری سر خودت. نه، تو هم خیلی خوشگلی، خودتو زیاد میگیری. ریلکس. ادای تنگا رو در نیار، گیرت میاد. من مطمئنم اینقدر ایرانیای بی‌نظیر اینجا هستن، تو طبعت شاید یه ذره نمیدونم عجیب غریبه پسرا. من به تو قول بدم یه پسر خوب پیدا کنم امشب. اوکی. نیوشا جونم، تو 5-6 سال مجردی ها، امشب بختت عوض میشه. نه ریلکس هنو پیدا نشده. چه جور تایپ پسری دوست داری؟ نجیب باشه. آقا پسرایی که مجردن یه دست بزنن. تو چرا دست میزنی؟ قربونت برم. تو قیافه خودت تو آینه دیدی؟ من به سایه تو هم شک دارم، چه برسه به خودت. رفیقش از خنده مرد، یه نجابت نمیدونه چی هست. میام اینور، اینجا خیلی گاهل‌ترم. پسر مجرد کیه؟ پسر مجرد این خوبه. این خوبه. اینقدر نجیبه، قیافش مثل این میونه که تا از خونش نیامده بیرون. اسم شما چیه؟ با شما من دارم صحبت میکنم؟ نه قربونت برم، من تو که گرگ بیابونی هستی. من دارم با پشتریت صحبت میکنم. تو گرگ بیابونی به درد این یکی میخوری که اینجا نشسته بود. این شما دوتا به جان. اینم خیلی خوشگله، ولی بذار من سریع انجام کار دارم. اسم چیه داداشون؟ ارژنگ. خیلی خوب. ارژنگ چی کاره ای؟ مهندس برق. باریکلا. بعد اون وقت چه جور دختری دوست داری؟ نجیب باشه. من دعوتتون میکنم، پول شامو من میدم، شما برین دیت، مهمون من، با هم آشنا بشین. شاید 10 سال دیگه بتونی همدیگر یه ماچ بکنین. 15 سال دیگه ممکنه اتفاقی بیفته.